همیشه در هر جا که هستیم موفق و مؤید باشیم. ممنون از آقای فرهاد مجیدی بزرگوار که خب همچین طرفدارایی که دارن خط ایشون ادامه میدن و خب خیلی قشنگه که اینقدر تهیه هستن و برای ما میگم خیلی با ارزش. خیلی 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 دوست دارم. برش دعا هم میکنیم بابا. خیلی دعا میکنم. چون نماز بخونم دعا میکنم. قرآن میخونی برش دعا میکنی؟ آره. عادت کامل دارم از اون زمان که کوچیک بود. من بازیاش اکثرا میرفتم استادیوم. عشقم فرهاد بود. آخرین جامی هم که بدون باخت رفتیم ما بهترین جام بود من تو زندگی. ولی حیف رفت حیف. انشالله موفق میشن میان برمیگردن با ستاره سوم. بله انشالله که آره تو خدا کنه برگرده. من که خدا رفتین سلام مخصوص بهش برسون. چشم. خیلی خوشحالم کردی. سلامت باشین. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. عزیزم. خدا سلام مخصوص. سلامت باشین عزیزین. یادگاری تا آخر اون نگه دارم. عزیزم. چقدر حال سالمندان ما در کنارشون خوب بود و طرف مدیریت آسایشگاه تراوت و همچنین سالمندان عزیزمون و حالا تمام علاقه‌مندهای آقای فرهاد مجیدی تولد این بزرگوار و این خصوصیت تبریک بگم. مرسی از شما و تیم بزرگ.